این شب و روز داوطلبانی که میخواهند شامل فاکولته‌های اقتصادی مکاتب عالی شوند سرگرم سپاریدن امتحانی یگانه هستند. هر یک پنجمین ختم کننده اقتصادچی، بانکدار و خادم ساحه مالیات شدن است. این هم در حالی است که در بازار کار تاجیکستان متخصصان نسبت به طلبات بیشتر است. دوم کلاستر کاری بانکی. برای چی؟ مخدوم شدن. میخوام که سایدم کسب شم. اکونومیست در همه جاده میتواند کار و فعالیت کنند، تنها در جاده صاحبکاری، در جای کاری بانکی، در همه ساحات دیده می شود. در این کسب کار میکنند. در نوع فرخور. در ویلای ما هم دکتر است. من خودم انتخاب کردم این کسب. امتحان یکم برای همه است، اما داوطلبان به 5 کلاستر تقسیم کرده شدند. اینها اختصاص‌های تکنیکی، اقتصاد و گئوگرافیا، حقوق شناسی، طبی و ورزش، فیلولوژی و پداگوژی میباشند. داوطلبان هر یک بخش در روزهای معین امتحان میسپارند. از 3/1 حصه داوطلبان میخواهند طبیب شوند، یعنی برای یک جای 72 نفر راست میآید. برای آزمودن دانش همه داوطلبان امتحان‌ها 2 روز گذرانیده میشوند. دانش ختم کنندگان مکتب‌ها از روی علم‌های دقیق پستر است و بنابراین آنها برای سپاریدن حجت به بخش‌های تکنیکی توکل نمی‌کنند. از یکم تا هفتم ایول گروه اختصاص امتحان قسم A که به همان گروه اختصاص‌ها حتمی است امتحان می‌سپارند. از 8 تا 13 تا 12 ایول گروه اختصاص‌های قسم B، یعنی همان اختصاص‌هایی که به هر یک کلاستر تقسیم شده است. برای تأمین شفافیت امتحان‌ها در مکتب‌های کشور که موقتاً چون مرکزهای تستی استفاده می‌شوند، از تدبیرهای علاوه‌ای کار می‌گیرند. نخست حجت‌ها و بعد خود ختم کنندگان تفتیش می‌شوند. هویت داوطلبان را طریق ایزی انگشتانشان می‌سنجند. داوطلب داخل سیمخانه فقط با 2 رучка و شناسنامه یا دعوتنامه خود وارد می شود و در تمام سیمخانه ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. با گفته کارمندان مرکز ملی تستی بعضا شکایت‌های نیز می شود که والدین میگویند برای سپاریدن امتحان فرزندانشان به افراد نامعلوم مبلغ دادند. اما مسئولان میگویند در اتاق‌هایی که داوطلبان امتحان میسپارند کامراهای نظارتی نصب شدند، نتیجه ها مستقیما به پایگاه داده ها فرستاده میشوند و تقلبکاری امکان ندارد. که داوطلب امروز امتحانش را سپارید، بعد از ساعت 16:00 در کابینت انفرادی آن ورقه جوابهاش از طرف مرکز ملی تستی کارکرد کرده و گذاشته می شود. ولی معلومات دقیق درباره قبول طریق SMS به تلفنی داوطلبان روز 25 ایول فرستاده می شود. فکرم همین است که خداوند کشایش کارش تیده نسپارد. تیاری دیدگی است، دانشش خوب است، نمیدانم. داوطلبانی که از روی اختصاص انتخاب کردهشان بلی ضروری را نمیگیرند، به اختصاص هایی که بلشان کفایت میکند انتقال داده می شوند.